سلام، امیدوارم که خوب باشید. اومدیم یه تئوری توطئه دنبال کنیم در مورد اینکه چرا دانشمندان و کلاً اشخاصی که در رابطه با کنترل کردن راه‌های ارتباطی با قطب جنوب هستن چرا نمیذارن کسی به اونجا رفت آمد داشته باشه و کلاً چرا هیچ کس تا حالا به قطب جنوب سفر نکرده. طبق اطلاعاتی که هست ممکنه بعضیا این نظریه رو دارن که اونجا بقایای ماشین ها و چیزهایی هستش که فرازمینی ها جا گذاشتن یا راه های ارتباطی با آیندگان بوده یا راه های ارتباطی با سیارات دیگه هست. میگن اونجا زندگی دیگه‌ای در جریان هستش و کلاً اونجا ممکنه راه‌های ارتباطی به سیارات